برای نکته این هفته بویلرها میخوایم درباره جدا کننده بلودان صحبت کنیم. جدا کننده بلودان یکی از تجهیزات مهم بویلر شماست. بویلرتون ممکنه در فشار 100 PSI یا 300 PSI کار کنه. بسته به کاربرد بخارتون، وقتی بلودان رو داخل بویلرمون انجام میدیم، نکته مهم اینه که باید آب خارج شده از بویلر رو مدیریت کنیم. چون قرار نیست به ساختمون آسیب وارد بشه یا آب جوش رو وارد سیستم فاضلاب کنیم. بنابراین آب بلودان وارد جدا کننده میشه که بهش میگیم جدا کننده مماسی. بدین ترتیب آب فوق داغ داخل این مجاری فلش میشه. بخار حاصل از فلش از پشت بوم به بیرون هدایت میشه که باعث میشه بخار داغ به طور ایمن تخلیه بشه و هیچ نگرانی بابت سوختن یه نفر با بخار داغ نداشته باشیم. از طرف دیگه آب داغ مسیر خودش رو ادامه میده تا تخلیه بشه، اما حالا آب داغ میتونه یه معضل باشه. اگه تو ساختمونتون از لوله های PVC استفاده شده باشه، آب با دمای 212 درجه فارنهایت واقعاً میتونه اثرات جانبی ناخوشایندی داشته باشه. مثلا ممکنه PVC رو ذوب کنه. به همین دلیل از یه سیستم خنک کننده آب استفاده میکنیم. تو این مورد این اتوماتیکه، ولی اگه شیر توپی دستی دارین که به جدا کننده وصله، باید اونو قبل از بلودان باز کنید. این کار از لوله های فاضلابتون در برابر آب جوش محافظت میکنه.